زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نبود. ما از آرزوهای شیرین زندگی ما را به قله‌های بلند زندگی برده می‌رساند. دوستانی عزیز، حالا من درباره مولوده 30 ساله به شما قصه میکنم. بسیار یک قصه جالب دارد. مولوده بود دختری تاجیک. طولی چند سال است که در شهر مسکو گفته خودش در غریبی زندگی میکند. صاحب شوهر، صاحب 5 فرزند است. از حسابی که مادری 3 فرزند است، در تربیت 5 فرزند است، شوهرش به او اجازت نداد که کار کند. مولوده میگوید که وقتی کارهای خانه را انجام میدادم، در وقت خالی به اینترنت وارد میشدم، در یوتیوب، در بعضی شبکه‌ها درباره فابریک میخواندم، معلومات‌ها را میجستم. میگوید دستاوردهای زنان تاجیک را میدیدم، باورم نمیومد تا آن دمی که خودم اعضای این شرکت گردیدم. میگوید که در شرکت فابریک 10 سال پیش در دوره دانشجوییش اعضا بوده است، ولی چگونه که امروز شرکت فعال است، پیشرفت است، دستاوردهای خوب دارد، آن وقت این گونه نبود. یعنی بارو میگوید ما میخریدیم، بالای مبلغ گذاشته به دیگران میفروختیم. حاضر باشد کار در شرکت به کار میآید، یک گروه کلان خود را تشکیل میکنید، به زینه های بلند میروید، دیرکتر میشوید. غیر از این باز معاشهای خوب به دست میبرید. و حالا باشد یکی از زنان پیشرفت و فعال در شرکت فابریک، این زنان تاجیک به حساب میروند. طول 2 سال آخر میشود که میگوید ما کار را در این شرکت به پورگی آموختیم، چگونه گروه تشکیل کردن، چگونه بونوس های خوب به دست آوردن، چگونه آیلیک های نقد را گرفتن. زنانی که در اینجا به کار میبیایند، باور کنید در طول 1 سال 2 سال صاحب خانه، صاحب ماشین میگردند. مولوده میگوید وقتی که من در این شرکت اعضا گردیدم، هیچ باوری نداشتم که ازوده این کار میبرایم، چون که من در غریبیم. تاجیکان ما در اینجا کمترن. این بارها را وقتی من خرید کردم با کیها میفروشم. بعد فهمیدم که همه روزه ما برای خانه خرید میکنیم که شامپون، زبنه پاستا، سرست و همه این چیزها رو ما از مغازه میگیریم، ولی مغازه با ما آیلیک نمیدهد. ولی شرکت فابریک از آنها خرید میکنه محصولات ها برای خانه را، ولی باز بر زمین با ما آیلیک میدهد. بعد که میگوید من خودم خریدار این شرکت گردیدم، باز خریدار پیدا کردم، خویش و پیوندان نزدیکان خودم را بردم. باز خویش و توارهایم میگه با نزدیکان خود را بردن. همه همون نفرایی که بعدی مولوده رفتن، البته که فایدهش بونوسش در نام مولوده میگذرد. حاضر مولوده 30 ساله دیرکتر شرکت فابریکن و در زیر دستشون 100 چند نفر کار میکنند. معاش خیلی خوب میگیرد. غیر از این باز بونوس میگیرد. همچنین همکارانی که در زیر دستش کار میکنن، اونا نیز دیرکترن، چند نفرشون باز آیلیکای خوب میگیرن. در حسابات شخصیش معاشی کلان دارد و معاشی که از خودی شرکت میگیرن خیلی کلان است. شرکت فعالیتش قانونی است، در زیر نظارت دولت قرار دارد، نلاگ دولت را میسپارد. کسانی که نو به کار میآیند، برای هوسمند گردانیدن شما از طرف شرکت تحفه ها تقدیم کرده می شود. غیر از این باز زود روزگارش ها گذرانده می شود. با واسطه روزگارش هم شما تحفه های خوب به دست می آورید. کسانی که با واسطه مولوده خان به کار می آیند، او به شما کمک می کند، کار را به شما یاد می دهد، دستگیری می کند تا که شما نیز به عنوان دیرکتر نایل گردید. شرکت فابریک طول چند سال است که فعالیتش خیلی خوب رفته ایستاده است. تا این زمان در بین چندین شرکت ها پیدا شدن، از بین رفتن، ولی شرکت فابریک روز از روز فعالیت کاریش خوب و بهتر شده رفته ایستاده است. و مولوده خان خود یک زنی چقان فعال است، کاردان است. هر کسی در گروه او به کار می آید مثل خودش چقان و زیرک می شوند. خداوند میگوید که از تو حرکت، از من برکت. اگر ما در جای شیشتگی میگیم خداوند به ما ده، البته که نمیدهد. ما حرکت میکنیم، مهنت میکنیم، خداوند بر زمین این به ما فیضش را میدهد. به دوستانی عزیز، برای زندگی خوب و شایسته خود، برای بهتر گردانیدن زندگی مهنت کنیم، زحمت کشیم، زندگی خود را سازیم.